أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب اکرام الضیفی، باب در مسئله اکرام مهمان، احترام مهمان، حرمت مهمان رو به جا آوردن. خب این باب را مخصوص اکرام ضیف، احترام کردن مهمان قرار داده. در این باب دو آیت و دو حدیث برامان ذکر میکند. خب میگد قال الله تعالی، اولا آیت رو میارد، میگوید که الله سبحانه و تعالی گفته است که هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. هل اتاک، آیا به تو رسید ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حدیث ضیف ابراهیم، یعنی حدیث یعنی خبر، سخنان ضیف ابراهیم درباره مهمانهای ابراهیم علیه السلام المکرمین، که مهمانهای بزرگوار بودند. و مهمانها یعنی که میگویند که خانه حضرت ابراهیم علیه السلام فرشتگان به شکل انسان در آمده مهمانی آمدند. بعضی میگن 12 تن بود، بعضی میگن 9 تن و جوانهای یاش شده آمدند، فهمو به مهمانی آمدند. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، اذ هنگامی که دخلوا علیه یعنی در آمدند همون مهمان ها نزد ابراهیم علیه السلام، فقالوا سلاما، پس گفتن السلام علیکم، یعنی سلام دادن وقتی که مهمان ها آمدند. قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراهیم گفت که سلامون، یعنی که حضرت ابراهیم هم سلامشون جواب داد علیکم السلام. قوم منکرون یعنی گروهی ناشناس هست. میگه حضرت ابراهیم را اصلا به دلش گذران، به زبان نگفته، زیرا که وقتی که 9 تن با حضرت جبریل 10 تن شده، یا که 12 تن با حضرت جبریل 13 تن شده، وقتی مهمان ها که آمدن و سلام دادن خانه حضرت ابراهیم در آمدن، حضرت ابراهیم سلام جواب شد داد و گفت قوم منکرون، یعنی با دلش گذران که یعنی که مردم ناشناس کی باشد، این انسانایی که نمیشناسیم اینا کی باشد. قومون یعنی گروهی که منکرون است، یعنی که ناشناس هستند، نمیشناسیمشون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین، فراغ الى اهله، پس حضرت ابراهیم علیه السلام فراغ یعنی که پنهانی رفت یا آهسته آهسته رفت، الى اهله به نزد خانوادهش. و فراغ الى اهله، این عالما میگویند که مفسران میگویند وقتی که مهمان به خانه‌ات میآید، یعنی که از آداب این است که هر چیزی که آوردنی هستی باید پنهانی، مثلا اوقات هم کردنی که آماده کردنی هم باشن، خلاصه پنهانی برای بگویی که تیار کو، خلاصه بشینی و قرار بشینی گویی که هیچ گپ نشیده سی، تا اینکه مثلا زحمت تا نبیند مهمان را نگوید که قرار بشه که اون چیزم نکن، فهمو. و از همین آیت میگن فراغ الی اهله، حضرت ابراهیم میگه پنهانی تا اینکه مهمانو نفهمن که کجا رفته سی، رفت میگه نزد خانواده‌اش. فجاء بعجل سمین، پس میگه یک گوساله فربه را آورد. مثلا گوساله نه، گوشت گوساله فربه را، گوشت گوساله که فربه بود بریان کردگی را حضرت ابراهیم نزد مهمانهاش گذاشت. فقربه الیهم، فقربه، پس نزدیک کرد همون گوشت آوردگیش رو در نزد مهمانهاش، یعنی که در پیش مهمانهاش گذاشت. فقربه میشه بگیم که گذاشت همون گوشت بریان را الیهم در نزد مهمانهایش. قال الا تاکلون، وقتی دید یا نمیخورن، زیرا که ملائکه بودن نمیخوردن، قال الا تاکلون، گفتن چرا نمیخوری، یعنی تعجب کرد، مهمونا پیشون گوشت بریان آورده شده است و نمیخورد، پس گفت الا تاکلون، یعنی چرا نمیخوری، چرا نمیخورید. خب این هست آیت آوردگیش، یعنی که مقصد باب اکرام ضیف کی است، یعنی که حضرت ابراهیم وقتی که نزدش اومد میشناخت
هر چی زورش میرسید همون را برای مهمان ها تقدیم کرد. پس احترام مهمان از این حساب است که میگن واجب هست. خب این یکم آیت سوره ذاریات آیت 24 تا 27. دویم آیت را امام نووی رحمه الله میگد و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا یعملون السیئات. میگوید و جاء قومه، یعنی آمدن قوم وی، مقصد اینجا قصه حضرت لوط است، قوم حضرت لوط. و آمدن نزد حضرت لوط قومش، یهرعون الیه، با شتاب می آمدن به نزد حضرت لوط. قوم حضرت لوط با شتاب نزد حضرت لوط می آمدن. و من قبل، یعنی که قوم لوط پیش از اونه که مهمان های حضرت لوط بیاید، کانو یعملون السیئات، بودن عمل زشت رو انجام میدادن، یعنی که لواطگری میکردن، بچه بازی میکردن. قوم حضرت لوط این بدبختی را میکردن. وقتی که مهمان های حضرت لوط رو دیدن، قومش میگوین که اون مهمان ها بسیار مهمان های بگم در شکلی جوان های زیبا آمدگی بودن، و هم اونها ملائکه بودن، در شکل انسان های بگم خیلی زیبا آمدگی بودن. وقتی که این بدبخت های قوم بچه باز که دیدن این مهمان ها رو، یهرعون الیه، دیگه به شتاب به طرف خانه لوط آمدن شروع کردن. قال یا قوم هؤلاء بناتی، میگه قال یا قومی، حضرت لوط برآمد گفت ای قومم، ای مردم، هؤلاء بناتی، گفت اینجا مثلا دختران خودمون هست. مهمان هایی که آمدگی هستن اینها پیسر هستند، بچه هستند. خود بناتی، دخترهامون هست. و بعضی علما میگن بنات حضرت لوط دخترای خوچه در نظر داشت، گفت دخترام هست، یعنی که بزنی گرفتنی باشه دخترام بگیرید. یا بعضی میگن که نه، دخترانی که در نظر قومش در نظر داشت، یعنی که همون قوم خود مونده دخترها زیاد هستن، از این بچه بازی ده یگان دختره بزنی بگیرید، یعنی زن بگیرید. و همچنین از اینجا فهمیده میشه کسانی که میگن که دخترم یعنی که قوم لوط دختر خودش است، پس معلوم میشود که در شریعت لوط علیه السلام یعنی که همدین بودن شرط نبوده است. زیرا که قوم فاسق فاجرش میگن دختراش تقدیم کی کرد، پس معلوم میشود که شرط نبوده که همدینش باشد، یعنی که مسلمان بگیم ایمان آوردگی باشندش شرط نیست. چطوری که زن مسلمان مردی کافر گرفتن نمیتونه در دین محمد صلی الله علیه و سلم، در شریعت ما میگه این چیز نبوده است. قال یا قوم هؤلاء بناتی، گویا قومم این دخترانم هست، یا که بعضی زنهای خودمون مثلا در قوم خودمون دخترها هست. هن اطهر لکم، گفت که این زنها پاکیزه‌تر و حلالتر و خوبتر است براتون، زن بگیرید. فاتقوا الله، پس میگه حضرت لوط گفت که ای مردم، ای قومم، از الله بترسید. ولا تخزونی فی ضیفی، رسوایم نکنید. ولا تخزون، یعنی که رسوام شرمنده هم نکنید من را، فی ضیفی، در نزد مهمان هایم. اینها مهمان هستند، در نزد اینها مرا شرمنده نکنید. الیس منکم رجل رشید، آیا در بین شما یگان انسان عاقل و راهنمای درست راهنما میکردگی نیست؟ یعنی که شما با کدام عقل و با کدام کارتون این کار را کرده ایستادید. خب حضرت لوط علیه السلام همچنین یعنی که از اکرام مهمان دفاع از مهمانهاش کرد و قومش بگم سرزنش کرد و دور گردانید. خب این دو آیت بود درباره احترام مهمان. اکنون در قسم حدیث ها میگذاریم. حدیث 705. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی که هر کسی که ایمان به الله و ایمان به روز آخرت داشته باشد، فلیکرم ضیفه، پس باید احترام کند، اکرام کند مهمانش را. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، یعنی هر کسی که ایمان به الله، ایمان به روز قیامت داشته باشد، فلیصل رحمه، باید پیوست بکند صله رحمش را.
و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. یعنی که هر کسی که ایمان داشته باشد به الله، ایمان داشته باشد به روز آخرت، فلیقل خیرا، باید سخن نیک بگوید، او لیصمت، یا سکوت بکند. یعنی که گپ گفته میتوانی سخن نیک بگو، گفته نمیتوانی پس سکوت اختیار کن. حدیث متفق علیه است. پس همون قسم اول حدیث که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، همین دلیل این باب است که کسی که ایمان به الله و روز قیامت داشته باشد پس باید مهمانش را احترام داشته باشد. خب این بود حدیث 705. بعد از این حدیث 706: وعن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال، یعنی که از ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی الله عنه روایت است که گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که میگوید: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جائزته. میگوید که هر کسی که ایمان داشته باشد به الله و هر کسی که ایمان داشته باشد به روز آخرت، فلیکرم ضیفه جائزته، پس اکرام بکند مهمانش را، جائزته یعنی پاداشش را بدهد. جائزته یعنی که جایزه اش رو بدهد، یعنی که مهمانداریش بکند. قالو، یا که خیلی جایزه را از پیغمبر پرسیدن، جایزته یعنی گفته که جایزه اش رو بدهد، یعنی جایزه چی است؟ قالو، اصحاب پرسیدن که و ما جایزته یا رسول الله، یعنی جایزه مهمان چی است؟ یعنی چی را باید مهمان بدهیم؟ قال یومه و لیلته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یومه و لیلته، یعنی که مهمانداری کردن یک شبانه روز. مهمانداری کردن یومه و لیلته یعنی که یک شبانه روز مهمانداری کردن مهمان، این جایزه اش است، این پاداشش است، این حقش است. و الضیافه ثلاثه ایام، و همین مهمانداری گفت 3 روز است. یعنی مهمان وقتی که می آید تا 3 روزه بگیم باید جایزهش داده شود یا که بگیم مهمانداری کرده شود. فما کان وراء ذلك، پس هر آنه که باشد پس از این 3 روز، یعنی که مهمان اومد ماشاءالله 4 روز و 5 روز و هفته و ماهش قط اگر استاد، فهو صدقه علیه، پس اون مهمانداری کردنش صدقه است برای این انسان. اگر که خواست بگیم مهمانداری دوام میکند، میزبان میشود و مهمان را بگیم پذیرایی کردن میگیرد. و اگر که نخواست، خب دیگر میتوند مهمان جواب بده، دیگر احترامش همین تا 3 روز است، یا که بگیم قدر و منزلتش تا همین 3 روز است. بعد از این دیگر موافق شریعت میتوند که چیکارش کنه، جوابش بده دیگه. خوش اومدی برادر، خب 3 روز شد مهمانیت. خب حدیث متفق علیه است. حدیث متفق علیه است. خب و فی روایت لمسلم، و در یک روایت دیگر از امام مسلم اومدگی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید: لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیه حتی یؤثمه. ماشاءالله این حدیث با توضیح میتید حدیث پیشینه را. میگه که حلال نیست برای مسلمان، لا یحل لمسلم، حلال نمی باشد برای مسلمان، ان یقیم عند اخیه، یعنی اینکه بماند مهمان شود در خانه برادرش، حتی یؤثمه، تا اینکه گناهگار بکند برادرش را. بعد میگه پرسان شدن قالوا یا رسول الله و کیف یؤثمه، گفتن که ای رسول الله و چطور یعنی برادرش را، میزبان را، صاحب خانه را چطور گناهگار میکند این مهمان؟ قال یقیم عنده، یعنی که این مهمان میرود در خانه اون صاحب خانه مهمان میشود، ولا شیء له یقریه به، و چیزی ندارد صاحب خانه که یقریه به، یعنی که تشکیلی آماده کند برای مهمان. یقریه القرا گفته چی نمیگن؟ تشکیلی برای مهمان، همون طعام و
نان و چیزهایی که در دسترخوانی که آماده میکنی برای مهمان رو همین را قیرا میگنش. یقریهی یعنی که انا همون دسترخوان رو آماده کند برای مهمان، یعنی که این انسان چیزی ندارد برای مهمانش پذیرایی کند یا مهمانداری کند، دسترخوان آماده کند. برای همین خاطر گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلال نیست برای مسلمان که یک مسلمان دیگر را در گناه و معصیت پیشه کند. خب این هست باب اکرام الضیف. بعد از این باب استحباب التبشیر و تهنیت بالخیر، باب در مسئله مستحب بودن بشارت دادن و تبریک کردن به کارهای خیر. خب از این بابم میگیرم یا که بس است؟ خب این طور باشد این باب استحباب تبشیر و تهنیت بالخیر اینش انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.